салом, инҷо Москав, студияи марказии радиои муҳоҷир аст. Нашри хабариро бо гузоришҳо аз дохил ва хориҷи Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Имрӯз 9 марти 2020 сол. طبق آخرین معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی کرونا علاقه در 101 کشور جهان پنهان گردیده است. در دوام روز گذشته بیرون از چین 3610 سیرایت نو به قید گرفته شده است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت شماره سیرایت‌های نو کرونا در جهان 105586 نفر را در بر میگیرد. در دوام 24 ساعت اخیر سیرایت‌یابی کرونا در کشورهای بلغارستان، کوستاریکا، مولدووا، گویانای فرانسه، مالدیف، جزیره‌های فریری، دانیا و جزیره قریب در منطقه ساحل‌های مارتینیک به قید گرفته شده است. در 24 ساعت اخیر در کشورهای جهان بجز از چین 3610 حالت سیرایت به قید گرفته شده است که 71 نفر آنها لکه جان باختند. یادآور می‌شویم که خروج کرونا ویروس در شهر ووهان مضافات هوبی چین در اول ماه دکمبر سال 2019 رخ داده بود. در مجموع بیش از 105000 نفر الحال در سراسر جهان به کرونا ویروس مبتلا گشتند که قریب 16000 نفر آدمان قربانی این بیماری شدند. اکثر حالات فوت در چین، ایتالیا، ایران و کره جنوبی به قید گرفته شده است. در برند جهانی یک بالری نفت $14 کاهش یافته 31% نرخ خود را از دست داد. چون این حالت با شدت کاهش یافتن نرخ نفت در بازار جهانی آخران مراتب تیرماه سال 2016 به وقوع پیوسته بود. حال یک بالری نفت در سودای عمومی جهانی $31.43 ارزش دارد. طبیعی است که نرخ نفت به دلار و یورو در برابر روبل که فوراً در بازار بین‌المللی اسعار بالا رفت تاثیر کرد. پس از پایین رفتن نرخ جهانی نفت دلار به 72.4 روبل رسید و یورو به 82.2 روبل. قبلا کارشناسان به وقوع پیوستن چنین وضع را پیشگویی می‌کردند که در نتیجه چراهای قطعی پیش گرفته یک قطار دولت‌های جهان از پنجشنبه کرونا ویروس این تاثیر خود را در پست شدن نرخ جهانی در بازار نفت نیز آورده رسانید. دو شهروند تاجیکستان را هنگام خرید و فروش غیرقانونی لوازمات طبی در ایران دستگیر نمودند. مقامات حفظی حقوق ایران دو شهروند تاجیکستان را برای فروش غیرقانونی نقاب‌های طبی و دیگر لوازمات یاری اولیه طبی دستگیر کردند. در این باره خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد. در رابطه با پنجشنبه کرونا ویروس در ایران چراهای قطعی اندیشیده شده است. از جمله وزارت تندرستی این کشور برآوردن و یا وارد کردن نقاب‌های طبی را پررا نظارت می‌کند. طبق قاعده‌های موجوده لوازمات طبی را در داروخانه‌ها رایگان دسترس کردن ممکن است تا از افزایش بیماری‌های کرونا ویروس پیشگیری کرده شود. گفته می‌شود که پلیس ایران فروشندگان نقاب‌های طبی را در یکی از داروخانه‌های شهر آشکار کردند. شماره دستگیر شدگان زیاد بوده، تنها 2 نفر آنها شهروندان جمهوری تاجیکستان میباشند. الحال در نسبت گمانبر شدگان پرونده ترتیب داده شده است که دادگاه بررسی پرونده فروش غیرقانونی نقاب‌های طبی را 27 مارس شروع می‌کند. خبرهای روز را مستقیما میشنوید. مقامات حفظی حقوق روسیه تصمیم گرفتند که در ساحه مهاجرت حسابگیری الکترونی را براه مانند. در این باره در پیشنهادها اوید به اصلاحات نظام مهاجرت در ساخت شهروندی که در سامانه کرمل نشر گردیده است خبر داده می شود. علاوه بر این ولادیمیر پوتین به ماموریت خود دستور داده است که در روسیه یک مخزن یگانه را تهیه کنند که معلومات را درباره جریان مهاجرت کارکرد کند. در بین دیگر پیشنهادها همچنین وارد کردن شرطنامه‌های وفاداری مهاجران پیش بینی شده است که در صورت قبول و تصدیق آن مهاجران برای خردترین قاعده و رعونکنی‌های مأموری می توانند به خطر اخراج شوی از روسیه روبرو گردند. طبق گزارش‌ها در بشکک قرقیزستان زنان فعالی که به راهپیمایی دست زدند اولا از جانب مردان و در شاهدی پلیس زورگویی و حتی تعقیب شدند و بعداً زنان را مقامات حفظی حقوق برای تشکیل گردهمایی غیرقانونی دستگیر نمودند. گفته می‌شود که زنان فعال قرقیز در دست شعار و نوشتجات به راهپیمایی در روز بین‌المللی بانوان به خاطر آزادی بیان، خشونت نسبت زنان و بلندبرداری حقوق و موقع زن در جامعه قرقیزستان دست به اعتراض زدند.
مقامات امنیتی در مرکز بشکک زنان اعتراضگر را که به سوی بینای پارلمان و قصر پرزیدنت راهسپار بودند دستگیر نموده آنها را بر ریاست امور داخلی شهر بشکک بردند. فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان از این عمل مقامات نگرانی کرده از نبود جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد و مردسالاری قرقیزستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جهت دستگیری زنان بازداشت شده صدا بلند کردند. در نوبت خود مقامات حفظ حقوق بشکک درباره دستگیر کردن زنان فعال هنگام راهپیمایی معلومات انتشار نمی‌کند. ادامه خبرها. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان تهدید کرده است که عملیات ادلیب در سوریه را یک طرفه ادامه خواهد یافت اگر وعده‌های روسیه در جریان گفت و شنیدها در مسکو اجرا نشود. ما حقوق تازه کردن این قلمرو را مستقلانه و با اصول خود نگاه می‌داریم، ابراز داشته است پرزیدنت ترکیه در یک همایش در استانبول. روز پنجشنبه هفته سپری گردیده در کرمل مذاکرات رهبران روسیه و ترکیه در رابطه با شدت گرفتن مناقشه‌ها در ادلیب سوریه برگزار شد. پس از انجام ملاقات جانب‌ها سند مشترک قبول کردند. در آن از جمله سران هر دو کشور طرفداری خود را در فرمت آستانه بار دیگر تصدیق کردند. غیر از آن ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان نیمه روز جمعه هفته گذشته در عملیات‌های جنگی آتش‌بس اعلام کردند. مسکو و انقره اینچنین به موافقه رسیدند که شاهراه مهم M4 را یکجا نظارت می‌کنند. حالا آن تحت نظارت جنگجویان است. وضعیت در ادلیب سوریه پس از آن که تروریستان خودخوانده حمله‌های گسترده را در موقع‌های ارتش سوریه آغاز کردند بدتر شد. در نتیجه زدوخوردها ارتش ترکیه تحت موشک‌های ارتش سوریه و روسیه قرار گرفت که این باعث از دست دادن 33 سرباز ترکیه گردید. در حال پس از گرفتن اطلاع درباره ارتش ضرر دیده در ترکیه جانب روسیه برای آتش‌بس ارتش سوریه را چوراندشی کرد. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه اشاره کرده بود که ترکیه نمیتواند یک قطار عهده‌داری‌های کلیدی خود را برای حل مشکلات در اطراف ادلیب اجرا کند. سمیت سران کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی ماه دکمبر سال روان در مسکو برگزار می شود، گفته است دبیر کل سازمان استانیسلاو زاس. سنه دقیق برگزاری همایش سران کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی هنوز موافقه نشده است. امسال فدراسیون روسیه ریاست سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی را سروری می‌کند و بنابراین همایش سران دولت‌ها در مسکو برگزار می‌شود، گفته است کاتب گیرندگی این سازمان. سمیت قبلی سران دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه همکاری دسته‌جمعی ماه نوامبر سال گذشته در بشکک قرقیزستان برگزار شده بود. سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی یک سازمان منطقه‌ای بین‌المللی بوده. سمت فعالیتش به تحکیم صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای، حفظ تمامیت ارضی و ساختاری صاحب استقلالی دولت‌های اعضا روانه گردیده است. و این سازمان ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان شاملند. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری یک اعلان نیز داریم. شام جمعه 16 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو مهاجر بخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوالات خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت دراری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذاشتن خط سرحد دولتی بر رادیو مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و یا در واتساپ با شماره 8965 151 014 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده به سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 13 مارس ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. سامعین ارجمند، نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. در ساعت‌های بعدی شما را با خبرهای تاجیکستان و جهان مستقیما آشنا خواهم ساخت. سلامت باشید.